سلام و درود میگویم به شما بینندگان عزیز و آنهایی که صحیفه اسم فیلم تیجی را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری میکنند. تصمیم گرفتیم که برای بلند برداشتن سطح دانش، معرفت و توسعه جهانبینی شما گلچینی از کتاب دانشمند و ادیب عرب آیز قرنی با نام غمگین مشو را قسمت به قسمت در نوارهای خود پیشنهادتان نماییم. خواهشمندیم که قبل از تماشای این نوار به کانال ما ابونه شوید و اندیشه های خودتان را بهر پیشرفت کار ما ابراز دارید. پیش گفتار حمد بی‌حد و ستایش بی پایان به آن ذات پاک بزرگ و بخشنده و غمرها کننده مهربان که ما را به تهیه و تدوین و شما را به مطالعه این کتاب خیلی جالب شرفیاب نمود. سلام و درود بی پایان به خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بر جمع آل و اصحابشان. منت خدای راست که ما را مسلمان آفرید. خواننده عزیز، با عنایت بی نهایت خداوند بزرگ فرصت به ما دست داد کتاب به ترجمه و تألیف کتاب غمگین مشو کمر همت ببندیم. هدف از چنین اقدام آن است که روزگار ما بدون غم، روز ما بدون شب و مسرت ما بدون غصه آفریده نشده است. یک رکن بندگی ما در حضور خداوند این است که در علاج رفع غمها به جز تکیه به ذات پاکی او و پیشه خویش قرار دادن صبر و تحمل و بردباری دیگر چاره نداریم. نباید به آفریدگار بخشنده و مهربان در پاسخ به غم، غصه، مصیبت و دیگر مشکلات که بر ما بندگانش روا دیده است ستیزه کنیم. ما را ضرور است که چنگ به دامن صبر و شکیبایی بزنیم و شکر بی پایان او را به جای آوریم، زیرا طوری گفته‌اند صبر تلخ است اما ثمره شیرین به بار آورد. تاریخ گواه است که الله تعالی تمام پیامبرانش را با مبتلا نمودن آنها به مصیبت و بلاهای مختلف مورد امتحان شدید قرار داد. ببینید به حضرت آدم علیه السلام در فراق فرزندش حابیل که از طرف برادرش قابیل کشته شد غم و غصه بی پایان داد. ابراهیم خلیل را با دستان پدرش توسط منجنیق به آتش افکند. موسی علیه السلام را به تهمت گرفتار ساخت. یعقوب علیه السلام را در فراق پسر از دیده بینا محروم کرد. یوسف علیه السلام را سالیان زیاد دور از یار و دیار وطن غریب و برده و زندانی نمود. خلاصه کل پیامبران خداوند از ابتدا تا انتها
با شدیدترین غم و مصیبت ها امتحان کرده شدند و این بی حکمت نبود. پیامبران خداوند صلاح رهایی از آن همه بلاهای زمینی و آسمانی را در اختیار کردن صبر و بردباری و شکرگزاری یافتند. برادران و خواهران عزیز، مسلم است که مدت زندگی ما خیلی کوتاه است و پروردگار ما نمی خواهد که با دیدن راحت و فراغت موقتی این دنیا ما از او و آخرت برحقش در غفلت مانیم و در روز حشر به عذاب و عقوبت دوزخ گرفتار گردیم. از اینجاست که در مقابل راحت و آسایش مصیبت و سختی ها را نیز آفریده است تا ما با این وسیله از او یاد کنیم، تنها از او رهایی و نجات بخواهیم و در آخرت از اجر و ثواب بهره‌ور گردیم، زیرا او مهربان ترین مهربانان است. با کسی پوشیده نیست که دنیا سر تا سر امتحان و مصیبت است. این نکته انشاءالله بعداً شرح و توضیح خود را پیدا خواهد کرد و اینجا لازم نمی دانیم سخن را به درازا کشیم. منظور ما از این پیش گفتاری فشرده دیگر است. گفتن به مورد است که کتاب مورد نظر از تالیف عالم بزرگی عرب آیز قرنی که لا تحزن عنوان دارد گلچین شد. چرا محض این کتاب؟ زیرا از مطالعه آن دریافتیم که کتابی است خیلی جالب در خور زمان و تسکین بخش هر دل غم زده. از این لحاظ سعی نمودیم تا برای خواننده تاجیک با زبان شیوای مادریش دسترس باشد. کتاب غمگین مشو در اصل با زبان عربی تالیف گردیده 400 صفحه را در بر میگیرد، اما جانب ما سعی بر آن نمود که از آن تنها آن دردانه های را برداشت کند که به درک و ذهن خواننده تاجیک سازگارند. امید بر آن داریم که کتاب مورد نظر شما را در صورت رویارو آمدن به غم و غصه که در طول زندگی از آن جای گریز نیست همراهی خواهد کرد و در انتخاب راهی که رضای خداوند بزرگ در آن است یاری خواهد داد. اگر خستگی و غم شما به این وسیله کمی هم باشد زدوده شد، برای ما مایه خوشحالی و شکرگزاری است. مسلم است که انسان در امور خویش از سهو و خطا هیچگاه عاری نیست. از این لحاظ اگر در تهیه و تدوین کتاب سهوی رفته باشد از خواننده عزیز معذرت و پوزش می‌خواهیم و امینیم که برای اصلاح آن سعی خواهد شد. در فراورد پیشگفتار خویش به برادرانی که در تحریر، انتشار و دسترس عامه گردانیدن کتاب مورد نظر کمک خویش را دریغ نداشتند، از درگاه خداوند سعادت دارین را تمنا داریم. توفیق خداوند به همه ما باد. با احترام، مرتب کتاب غمگین مشو.